سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز قراره که یه آیتم به آیتمای دیگه‌مون اضافه بشه که کمک کنه کیفیت کارمون یکی دو لول بالاتر بره. بریم که براتون بگم. موقعی که ما داریم ویدیو نگاه میکنیم اولین چیزی که میبینیم تصویره. بعدش چی رو داریم؟ درسته، ما اینجا صدا رو داریم بعد تصویر. صدا و تصویر کنار همدیگه کامل میشن و اثر بیشتری رو روی مخاطب میذارن. میشه که این دوتا کنار هم نباشن. ممکنه یه ویدیو باشه که صدا نداشته باشه یا ممکنه یه ویدیو نباشه صدا داشته باشه. البته اونی که صدا نداره یه کمی بی‌معنیه، ولی اونی که خب صدا داره تصویر نداره باز یکم میشه قبولش کرد، مثل رادیو و اینا میشه. ولی کلا کنار همدیگه میتونه اثر بیشتری رو به مخاطب بذاره و عملکرد بهتری داره دیگه. خلاصه اینطوری که آیتمی که ما اینجا داریم اسمش هست بویا عنوان S، یه میکروفون یقه‌ای که خیلی قیمت ارزون ولی کیفیت خیلی بالایی داره. البته یه دونه میکروفون یقه‌ای هست که از این کیفیتش بالاتر ولی خب گرونتر هم هست، به اسم تسکم فکر کنم درست دارم میگم، نمیدونم. حالا براتون عکسشو این گوشه موشا میذارم. اون یه کمی گرونتره، بعد تازه خودش دیگه چیز داره، خودش رکوردر داره و دیگه نیازی نیست که بخواید وصلش کنید به لپتاپ، کیس یا مثلا گوشی چیزی، یا بخواید اصلا کارت صدا بخرید براش. اون خودش رکوردر داره، بعد کلی تنظیمات چیز و اینا. ولی خب من ترجیح دادم با یه چیز معمولی شروع کنم و واقعا هم کیفیت استانداردی رو بهتون میده. یعنی میتونید کارتون رو واقعا خیلی خوب را بندازید. به نظر فکر کنم کیفیت صداش از گوشی یا هندزفری بهتره. من یه بار اینو باز کردم ولی الان اومدیم که بازم آنباکسش کنیم. فقط قبل اینکه بریم آنباکس، قبل از هر چیزی لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. و اینم بگم که الان یه سری میگن جوگیر چقدر جو میدی و اینا، یه دونه حالا چیز مثلا میکروفون معمولی نه. ببینید وسایلا برای ما یوتیوبر تازه کارا خیلی، حتی اگر کیفیت پایینی هم داشته باشه، برای ما یک غنیمت حساب میشه واسه ما یوتیوبرای تازه کار. دقیقا مثلا این میشه که یه مثال بزنم براتون که انگار که افتادی تو جنگل، بعد لباس و اینا همه چی داغون، هیچی نداری و اینکه توی اگه توی جنگل یه تیکه چوب، یه تیکه نخ، پارچه، شیشه، نمیدونم هر چیزی پیدا کنی یا یه گیاه دارویی پیدا کنی برات غنیمت حساب میشه. پس اینم دقیقاً واسه یوتیوبرهای تازه کار همینه. یه دونه یوتیوبر هست احسان میرزا توی یوتیوب، دقیقاً همین یه سری ویدیو میذاره وسایلای سگی، مثلا بقیه یه چیز درست کردن میفرست. دقیقاً ما یوتیوبر تازه کارا اگر ذهنمون یه کمی خلاق باشه بتونیم چیزایی که نداریم و با اون خلاقیتی که اون وسایل سگی ها بتونیم درست کنیم، کارمون در اومده دیگه. آقا چی دیگه میخوای؟ بریم برای آنباکس. فقط لایک کامنت سابسکرایب هم یادتون نره. بچه اومدیم واسه آنباکس. محصول اینجا داریم بویا عنوان، اینجا نمیشه بویا عنوان S که مدل های دیگه هم عنوان هست و عنوان پرو، عنوان دیگه عنوان چی بود دیگه، یه دونه دیگه هم بود، کلا زیاد داره. خب از این داستان، ولی عنوان S و پروش خیلی بهتره. عنوان معمولی باید باتری ساعت هم بذارید، خب ولی این نیازی به باتری نداره. و عنوان پروش هم یه دکمه دیگه هم داره. این یه دکمه داره که میتونی بذاری رو کامera و اسمارت فون، که میخواید بزنید به فون یعنی به گوشی برای ضبط، باید بذارید روی اسمارت فون. اگر هم یه راست میزنید به کامera که باید بزنید کامera. بعد اینکه اون یه دکمه داره که عنوان پرو، که مثلا یه جایی هستید که خیلی سر صدای زیاد هم مثل بیرون،
داری ولاگ میگیری، بعد اون دکمه رو میزنی 10 دسیبل پایین تر صدا رو رکورد میکنه که اون صداتون تخریب نشه، اون صداتون خراب نشه، خط و خش و نویز زیادی نداشته باشه. خب حالا ما بریم واسه آنباکس. دیدید زجر میدن توی آنباکس کردن، دقیقا من هم میخوام هم کنم. خب از همین اول که نگاه میکنید روی جعبه یه دونه اینجا که گارانتی جاییه که من ازش سفارش دادم، پس اصلا این ربطی به جعبه اصلیه. اگه از جاهای دیگه بخرید شاید اینو مال اون سایتی که سفارش داده باشید و زده باشن، حالا نمیدونم دقیقا. اینجا که آدرس یوتیوب و اینستا و فیسبوک و توییتره یا چیزه، توییتره دیگه. توییچ چرا؟ توییچ مگه میخواد استریم کنه یارو؟ فکر کن توییچ داشت استریم میکرد. من میبینید. خب اینجا یه بارکد داره که واسه فکر کنم رفتن به سایت خود همین بویا باشه فکر کنم. من انجام ندادم ببینم چجوریه. البته اینو داشته باشید که وقتی میخرید باید اصالت کالاتون رو چک کنید. یعنی شماره سریالشو که بیرونه جعبه هست که برای من بیرونش نیست، روی فاکتورش بود. البته چرا اینجاش هست اینها. شماره سریال اینجا رو با یه دونه بارکد روی این کپسولی میکروفون هست که باید چک کنید که حتما اینا به هم دیگه یکی باشن. چرا؟ چون که اینو مثلا برمیدارن توشو خالی میکنن، یعنی چی؟ یعنی محصول اصل رو از توش برمیدارن، محصول فیک میذارن تو این، ولی جعبه اصله. اینو میبرن اون چیزا رو، اصلیه رو مثلا میبرن یه جا دیگه، یا با قیمت بالاتر یا همون قیمت یه جا دیگه میفروشنش و حواستون باید به این باشه. بریم برای آموز. همینجا یه دونه بیل بلک داره که میتونی بگیر دست خر دیگه. آره. بعد درش رو که وا میکنی باز دوباره این بیل بلک هست. خب بازش که میکنی بیل بلک دیگه نیستش، فقط اینجاش. واز که میکنی، بازی که میکنی، واز نه. این همیشه غلطه. این همیشه غلطه که ما میگیم واز. کی گفته تا الان واز؟ همیشه تو کامنت ها بگید شما میگید واز یا باز. ببین خودت میدونی ولی به نظرم اینقدر اصرار نکن. همینجا میکروفون عزیزمون در میاد. این گیره رو میبینید؟ اینو الان براتون توضیح میدم. وایسا. یه دونه کیف داره. خب کیف چه غلیظ گفت که روش زده بویا، که خوبه واقعا برای حمل و نقل کردن. این چیز خوبیه و به نظرم خوبه که اینو گذاشتم براش. پرفکت، من اینو میپسندم. خوبه که گذاشتید واقعا. دیگه چی داریم؟ دیگه چیزی نداریم. دفترچه هایی که همیشه هستش. اینکه یه دونه مشم. گفتم براتون اون گیره رو توضیح میدم. این گیره که اینجا میبینید وصل شده به سر میکروفون، این گیره اول تو این بود. خب که من اینو وا کردم دیگه گذاشتم رو اون دیگه. بعد انقدرم سفت نصب میشه روی این که در آوردنشو آدم دیگه میترسی میکروفون از سیمت کنده بشه و به فنا بری. بله. یه دونه پنبه‌ای باید داشته باشه که مال سر میکروفونه که توی بیرون نویزگیری کنه. من یه بار اینو گذاشتم و باهاش توی خونه رکورد کردم و واقعا صدا رو خیلی بد میکنه. نمیدونم، حالا شاید چون تو بیرون نبودیم اینطوری بوده، نمیدونم، ولی صدا رو خیلی بد میکنه و همینطور خامش خیلی به نظرم کیفیت بهتری رو ارائه میده. گارانتی خود بویا. این گارانتیه که اینجا مال سایتشه، مال سایتیه که سفارش دادم. این مال خود بویا، یعنی باید تو همه جعبه ها اینو داشته باشه. پس حواستون باشه اگر فوکوس کنه دوربین یه چیز مربعی شکله، یه برگ مربعی شکله که یه دونه بارکد اینجاشه. خب بریم سراغ میکروفون. چند دقیقه شد ویدیو؟ 7 دقیقه شده. خب بد نیست این داستان.
سیما رو وا میکنیم خیلی به آرومی و نرم، چون ممکنه که این فقط فعلا برید شما بیرون. به آرومی وا میکنید چون که این پول خورده. خب پول علف خرس نیست که. بعد اینکه سیمش یه کمی حسم میگه ممکنه زود خراب بشه، حالا نمیدونم، فقط امیدوارم چیزیش نشه دیگه. زحمت کشیدیم به خاطر این داستان. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. پایین نیافتی پایین. خب همینجا سر دوربین بودیم، سر میکروفون، ببخشید. این چیه بابا؟ ببینید چند تا سوراخ داره. حالا سوراخاشو نشماریم بهتره که جمع خیلی. ببینید گیره شبیه این چیز دست لگو ها اونطوری میچسبه به این میکروفونه. البته من یه دونه هم دیده بودم که همین گیره ها نمیدونم اینجاش یا اینجاش یه دونه چیز داره که این سیمو اینجاشو مهار میکنه، یعنی این سیم اینجا وصل میشه به این شکل مهار میشه سیم که اینجا آسیب نبینه، که البته این نداشت. فقط نمیدونم دو تا اینجا حالت سوراخ‌های مربع شکل هست که نمیدونم چه دردی میخوره واقعا. شاید واسه همینه که اینو بذاریم اینجا، این سیمه رو اینطوری و یه بستی چیزی نخی چیزی رد کنی ببندی. حالا نمیدونم، مال اونم نباشه آدم میتونه این کار بکنه. بهتون همون اول ویدیو گفتم و آدم خلاقیت داشته باشه و از هر چیزی که میتونه استفاده کنه آدم، مخصوصا از دو تا سوراخی که اینجا هست. خب میرسیم به خود کپسول این داداشمون که این اصلا کپسول ربطی به این که رکورد کنم اینا نداره. این تو یه سری کیت و اینا هست که وصل شده و اینا. آها این رسیدیم به همون دکمه که براتون توضیح دادم. یه دونه بارکده بود که گفتم شماره سریالتون رو اینجا چک میکنید و اینکه میبینید که اصل هست یا نه. یه گیره داره خود همین این داداشمون کپسوله که واقعا خوبه که همچین چیزایی رو روش قرار دادن. من خوشم آمد، پسندیدم. این دکمه اگه میخواید بذارید وصلش کنید به گوشی رکورد کنید، بعد بذارید رو اسمارت فون. میخواید به کامera یه راست وصل کنید بعد بزنید روی کامera. اینجا هم که خب دوباره نمیشه بویا عنوان اس، بالاش هم نمیشه بویا. اینجا هم از این پلاستیک های مهار کننده داره که سیم قطع نشه. 6 متر سیم داره، 6 متر یا 5 متر که واقعا خوبه داداش. هر چقدر از دوربین و هر چی دور باشید صدا نزدیک تو ویدیو با این رکورد کنید صدا نزدیک خودتون دورید، ولی کلا 6 متر داره. خدایی خوبه. غنیمت نیست، خیلیه، فراوانیه. اینجا هم که دور این سیم 6 متری از این چسبا داره. چسبای چیزی هست، حالت پای عنکبوت میگم بهش، نمیدونم یه همچین چیزی داره که این سیم 6 متری رو براتون اینجا جمع نگه میداره دیگه. این بود از آنباکس محصولمون. بریم که برگردیم به کادر قبلیمون. بچه یه کمی الان تو این کادر آخرمون یه کمی فاصله گرفتیم چون که من این میزه رو وا کردم که این آنباکس کنیم دیگه. گفتم بذار باز بمونه دیگه، من که دیگه الان آخر ویدیو دیگه یه ساعت اینو ببندم دوباره بیام. زیاد حرف زدم یه کمی. و اینکه اینستا رو حتما فالو کنید، پیج اینستا رو، چون بالاخره دایر شد مگه مدرسه است. اینستا رو فالو کنید. اینجا تلگرام میاد، تلگرامم نمیدونم فالو میکنن یا پیوستن. جوین بدید آقا، جوین بدید. و اینکه توی تلگرام خبررسانی میکنیم که ویدیوها مثلا اومد، ویدیو نیومده چرا نیومده،
یا این ویدیو که قرار بوده بیاد چه ساعتی ممکنه بیاد، چند وقت دیگه میاد. خبر میدیم دیگه اونجا، هرچی باشه رو خبر رو اونجا میدیم. اینستا هم دقیقا میخوایم یه حالت همینطوری توی یوتیوب داریم فعالیت میکنیم، یه همچون حالتی اونجا هم فعالیت داشته باشیم. اصل کار اینجا، همینجا بمونید اگه از اینجا دارید آشنا میشید و اونجا هم سر بزنید دیگه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. به زودی سعیم میکنم که امیر وحیدان هم بیاریم تو ویدیو، واقعا دیگه خیلی دیر داره میشه. من نمیدونم این بچه چرا نمیتونه بیاد تو ویدیو، من نمیدونم انقدر کانتنت ترسناک ساخته، باور کن تسخیر شده. البته اینو میدونم که واسه ما یوتیوبر تازه کارا باید یه موضوع داشته باشیم واسه یه کانالامون که یه کمی بیایم بالا بعد شروع کنیم چند تا موضوع. ولی خب من میخوام همینطوری دست گل به آب بدم و بیام بالا. میریم بالا. الان داریم میریم بالا. خب الان داریم میریم بالا دیگه. بریم. دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک کامنت سابسکرایب. اگه میخواید ویدیو جدید اومد خبردار شید و زود بیاد بزنید زنگوله رو گزینه آل و تا یه ویدیو دیگه سلامت باشید و پیس آوت. چرا صدام میتونی خوب هستید؟ تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار. صدا تا یه ویدیو دیگه، فعلا پیس. تا یه ویدیو دیگه فعلا میبینمتون. تا یه ویدیو دیگه فعلا میبینمتون.